سال 17 آزمون آیمت 2024 که در واقع سال 8 بیولوژیش میشه، میگه که which kind of reaction is ATP hydrolysis. ببینید ATP hydrolysis یعنی چی؟ یعنی شکسته شدن مولکول ATP به منظور آزاد شدن انرژی. خب از اونجایی که میدونید ATP یک مونونوکلئوتایده که تشکیل شده از یک قند رایبوز، یک نایتروژنوس بیسی به نام آدنین و 3 تا گروه فسفید که پیوندهای بین فسفیت اول و دوم، یعنی این پیوند و دوم و سوم، یعنی این پیوند، اینا پیوندهای پر انرژی هستن، حدود 30 کیلوژول بر مول انرژی دارن. بنابراین ATP به عنوان کارنسی یا سورس انرژی سلول در اثر فرایند سل رسپیریشن تولید میشه و حالا سلول میتونه در فرایندهای مختلف ازش استفاده بکنه. زمانی که سلول میخواد از ATP استفاده بکنه، ATP رو میشکونه و به این ترتیب در واقع ATP تبدیل میشه به ADP، یعنی ببینید آدنوزاین تری فسفید. آدنوزاین تری فسفید اسم کامل ATP هست که وقتی شکسته میشه تبدیل میشه به آدنوزاین دی فسفید، یعنی این فسفید که ازش جدا میشه باقی میمونه 2 تا گروه فسفید براش و همچنین پی آی که بهش فسفید این ارگانیک هم گفته میشه. خب و یه مقداری هم انرژی اینجا آزاد میشه که حالا این انرژی میتونه استفاده بشه و حالا به اشکال در فرآیندهای مختلفی سلول ازش استفاده بکنه. به این فرآیند میگیم هایدرولایزیز در واقع ATP. خب حالا میگه کدوم یکی از این واکنش ها هایدرولایزیز ATP؟ A اگزرگانیک. ببینید اگزرگانیک یعنی واکنشی که انرژی آزاد میکنه و انرژی از اون سابستریت هایی که وارد واکنش شدن انرژی آزاد میشه، نهایتا پرادکتمون سطح انرژیش از سابستریتمون پایین تره. ببینید در واکنش هایی که اگزرگانیکن، حالا اون منحنی واکنش این شکلیه که این میشه سطح انرژی سابستریت ها، این میشه سطح انرژی چی؟ پرادکت ها. خب بنابراین یه مقدار سطح انرژی پرادکت ها پایین تر از سطح انرژی سابستریت، بنابراین نتیجه میگیم یه مقداری انرژی آزاد میشه. به همین دلیل میگیم این نوع واکنش ها دلتا جی منفی دارن، یعنی انرژی آزاد میکنن که بهشون در واقع انرژی ده هم گفته میشه. تولید ATP همونجور که بالا گفتم یک واکنش انرژی دهه، پس همین گزینه A درسته. گزینه B اکسیدیشن ریداکشن. ببینید اکسیدیشن و ریداکشن در مباحث بایو انرژتیک ما در 3 حالت میگیم یه واکنشی اکسیدیشنه. اگر یک مولکولی اکسیژن بگیره، اگر الکترون از دست بده، اگر هیدروژن از دست بده، در هر 3 تای این حالات میگیم ماده اکسید شده. ریداکشن برعکس این هاست. ریداکشن یا کاهش یعنی ماده اکسیژن از دست بده، الکترون بگیره یا هیدروژن بگیره، میگیم ریدیوست شده. خب که معمولا حالا واکنش های اکسیدیشن ریداکشن به شکل کاپل و همزمان اتفاق میفته که کلا بهشون میگیم واکنش های ریداکس. شما با واکنش های ریداکس زیاد در فتوسینتزیس و سل رسپیریشن برخورد میکنید، ولی ببینید تجزیه شدن ATP واکنش ریداکشن نیست. خب چون الکترونی جابجا نمیشه، اکسیژن جابجا نمیشه، هیدروژنی هم جابجا نمیشه. خب بنابراین واکنش ریداکس یا اکسیدیشن ریداکشن نیست، بی غلطه. سی اندرگانیک نه دیگه، وقتی واکنش اگزرگانیک باشه قطعا اندرگانیک نیست. سی هم غلطه. دی لایپولایزیز. ببینید لایپولایزیز یعنی اینکه همیشه لایزیز، این پسفند لایزیز یعنی شکسته شدن، لایپولایزیز یعنی شکسته شدن
مولکول چربی، در حالی که ATP اصلا چربی نیست، ماهیتش یک از جنس نوکلیک اسیده. کاندنسیشن، ببینید واکنش کاندنسیشن کاملا عکس واکنش هایدرولایزیزه. خب در هایدرولایزیز گفتیم مثلا یک پلیمر شکسته میشه به واحدهای مونومرش، این میشه هایدرولایزیز که حالا همیشه با مصرف آب همراه هست. واکنش عکسش که مونومرها ترکیب میشن پلیمر رو ایجاد میکنن، اینو بهش میگیم کاندنسیشن یا دهایدریشن، که به ازای تشکیل هر پیوند یک مولکول آب اینجا آزاد میشه. پس ببین کاملا اصلا هایدرولایزیز با کاندنسیشن دوتا واکنش عکس هم هستن که حالا خود سوال اصلا داره میگه هایدرولایزیز ATP، بنابراین وقتی هایدرولایزیز قطعا کاندنسیشن نیست. خب پس همون گزینه A درسته. سوال 18 بیولوژی میگه The presence of intracellular compartmentalization is a characteristic of which organism. ببینید داره میگه این ویژگی intracellular compartmentalization کاراکتر کدوم یکی از این ارگانیسم هاست. اولا که اینتراسلولار، ببینید اینترا همیشه یعنی درون، اینتر یعنی بین، باز اینم جزء مثلا اون پیشوندهایی که باید بلدش باشید. پس اینو کامل در مورد بیولوژی اینو بدونید، اینترا یعنی درون، مثلا اینترا مولکولار یعنی درون مولکول، اینترا سلولار درون سلولی، اینتر یعنی بینه، مثلا اینتر سلولار یعنی بین سلولی. اولا این نکته دیگه این که کامپارتمنتالیزیشن یعنی چی؟ یعنی بخش بندی شدن. ببینید سلول های پروکاریوتیک که مثلا باکتری ها، در واقع فقط باکتری ها و یو بکتر ها، که حالا ببینید ما باکتریا رو به دو دسته یو بکتر ها و آرکی بکتر ها تقسیم میکنیم، ولی حالا هر دوشون کلا جزء پروکاریوت ها هستن. در پروکاریوت ها میدونید ما یه سل ممبرین داریم، یه سایتوپلاسم داریم و یه بخشی که حالا نوکلئوید بهش گفته میشه، چون شبه در واقع هسته، چون اینا هسته ندارن، نیوکلیس ندارن. چرا؟ چون نیوکلیسشون ممبرین نداره. خب بنابراین پروکاریوت ها سیستم غشایی داخل سلولی که به شکل که باعث بشه فضای داخل سلول بخش بندی بشه به هیچ عنوان ندارن. خب در حالی که سلول های یوکاریوتیک به واسطه ارگانل هایی که ممبرین انکلوزد هستن، یعنی یک قشا، یک یا دو تا قشا اطرافشون هست، مثلا خود هسته دو تا قشا باعث میشه فضای داخل هسته از بقیه فضای سیتوپلاسم مجزا بشه. خب بنابراین قشاهایی که داخل هسته اومدن یه سری فضاهایی رو به خودشون اختصاص دادن، ارگانل ها رو ایجاد کردن. خب پس منظور از کامپارتمنتالیزیشن همینه، اینه که ما در داخل سلول فضاهای مجزایی داریم که هر فضا رو ما به عنوان یک ارگانل میشناسیم که اون قشا هست، که قشای اون ارگانل هست که فضای داخل ارگانل رو از بقیه سیتوپلاسم جدا میکنه. خب این میشه مفهوم کامپارتمنتالیزیشن. بنابراین ما در پروکاریوت ها نداریم، در یوکاریوت ها کامپارتمنتالیزیشن داریم به واسطه ارگانل های ممبرین انکلوزد. خب که حالا همه ارگانل ها البته بجز رایبوزوم ها، همه ارگانل ها بجز رایبوزوم ها ممبرین انکلوزد هستن. پس همینجا اینم حواستون باشه، تنها ارگانلی که پروکاریوت ها دارن رایبوزومه، چون اصلا قشا نداره. پس میتونیم بگیم پروکاریوت ها ارگانل های ممبرین انکلوزد ندارن. هستم چون ممبرین انکلوزد نیست دیگه هسته نیست، یه ساختار شبه هسته است به نام نوکلیوید. خب پس پروکاریوت ها
ساختارهای ممبرین انکلوز ندارن، حالا چه هسته باشه چه ارگانل های دیگه باشه. تنها ارگانلی که دارن رایبوزوم ها هستن، در حالی که یوکریوت ها این به واسطه ارگانل های مختلف این کامپارتمنتالیزیشن توشون دیده میشه. حالا باید شما الان تشخیص بدید، یعنی برای پاسخ دادن به این سوال اولا باید بدونید که منظور از کامپارتمنتالیزیشن چیه، ثانیاً باید بدونید کدوم یکی از این ارگانیسم هایی که بهتون داده یوکریوته که قطعا تو اونا این ویژگی دیده میشه. ای میگه only of alga. ببینید آلگا یعنی جلبک. جلبک ها فقط یک بخش از یوکریوت ها رو تشکیل میدن. یعنی شما یه تقسیم بندی کلی در مورد ارگانیسم ها باید بلد باشید، اینه که یا پروکریوت هستن یا یوکریوت هستن. خب پروکریوت ها گفتیم شامل بکترها میشه، بکتریا میشه، حالا یو بکترها یا آرکی بکترها که در هر دو صورت اینا پروکریوت هستن. یوکریوت ها دسته‌بندی کلیشون این شکلیه که یا پروتیستا هستن که تو فارسی بهشون میگیم آغازیان که در برگیرنده آلگا یا جلبک ها هستن، یا فانجای قارچن، یا پلانتس گیاهن، یا انیمالز جانور هستن. خب بنابراین الان وقتی میگه آلگا یعنی یه بخشی از یوکریوت ها. خب در حالی که ما گفتیم همه یوکریوت ها اصلا به واسطه اینکه یوکریوت هستن کامپارتمنتالیزیشن دارن، اینجا این اونلیه خرابش کرده. خب گزینه‌ای داریم که فقط جلبک ها، در حالی که نه، فقط جلبک ها نیست، همه یوکریوت ها. بی درسته که میگه یوکریوت ها همشون. سی ویروس ها که اصلا ارگانیسم نیستن، ساختارهایی هستن که از نوکلیک اسید و پروتئین تشکیل شدن ولی ارگانیسم به حساب نمیان. بکتریام که گفتیم مثلا پروکریوت ها این ویژگی رو ندارن و پروکریوت هم که دیگه حالا گزینه ای هم پس غلطه. گزینه درستمون گزینه بی میشه. سوال 19 میگه which intracellular structure is composed of microtubule. کدوم ساختار اینترا گفتیم یعنی درون، کدوم ساختار درون سلولی از مایکروتیوبیل ها تشکیل شده؟ ببین مایکروتیوبیل ها یه بخشی از سلولار اسکلتون هست، یعنی اسکلت سلولی که 3 تا رشته پروتئینی خیلی خیلی مهم تشکیل دهنده این ساختار سایتوسکلتونه. یه سریا مایکروتیوبیل ها هستن، یه سریا مایکرو فیلمنت ها هستن، یه سریام اینترمدیت فیلمنت ها هستن. خب که حالا اینا در قسمت های مختلف سایتوسکلتون نقش مهمی دارن، از جمله مایکروتیوبیل ها که حالا نقش خیلی مهمی که دارن اینه که در ساختار مثلا سنتریول ها استفاده میشن، یا اینکه مثلا در ساختار تاژک و موژک استفاده میشن، سیلیم، فلاجلوم. اینا فلاجلوم رو تو فارسی بهش میگیم تاژک، سیلیم رو میگیم موژک. در ساختار موژک، تاژک، سنتریول، بیسال بادی یا ساختار پایه‌ای که اصلا تاژک و موژک رو ایجاد میکنن، اینا همه در ساختارشون مایکروتیوبیل ها قرار میگیرن. بنابراین گزینه درستمون که میشه گزینه سی که سنتریول هست. حالا سنتریول هم میدونید سنتریول یک ساختار درون سلولیه که یک ساختار در واقع استوانه ای شکله که از 9 دسته ستایی میکروتوبول تشکیل شده. خب که حالا من همش رو نکشتم. 9 دسته ستایی مایکروتیوبیل ها که در کنار همدیگه قرار میگیرن سنتریول رو ایجاد میکنن یا مثلا بیسال بادی رو ایجاد میکنن، ولی فلاجلوم و سیلیم اینا ساختارشون از 9 دسته دوتایی
مایکروتیوبیل و 2 تا مایکروتیوبل مجزا در وسطشون تشکیل شدن. پس از لحاظ ساختاری مقدار متفاوتن ولی در کل از میکروتوبول تشکیل شدن. و حالا اینو بهش میگیم سنتریول. سنتریول ها در داخل سلول در حالت عادی ما 2 تا سنتریول داریم که اینجوری به شکل عمود برهم نزدیک هسته قرار میگیرن و ساختاری به نام سل سنتر رو ایجاد میکنن که محل پلیمریزیشن مایکروتیوبیل هایی هست که در سلول مورد احتیاج هستن. خب پس 2 تا سنتریولی که عمود برهم قرار میگیرن سنتروزوم یا سل سنتر رو ایجاد میکنن که محل پلیمریزیشن مایکروتیوبیل ها هستن. شما سنتروزوم رو یه جای دیگه هم داشتید، اونم زمانیه که سلول قرار تقسیم بشه سنتریول ها 2 برابر میشن، بنابراین به جای یه دونه سنتریول 2 تا سنتریول داریم که در 2 تا پل یا قطب سلول قرار میگیرن و محل پلیمریزیشن رشته های فیوژن سپیندل یا دوک تقسیم هستن. خب حالا اینا چون اسامیشون یه مقداری شبیه همه گفتم که با هم قاطیشون نکنید. سنتروزوم با سنتریول با هم دیگه فرق میکنه. البته یه کلمه شبیه اینا هم هست سنترومره که سنترومر اصلا کلا از اینا جداست، محلیه که فرو رفته است در ساختار کروماتیدها که حالا در مورد کروموزوم ها و کروماتید ها مطرح میشه، ولی خب چون از لحاظ اسمی شبیه این هم اینجا گفتم. سنترومر پس مربوط به کروموزوم هاست. سنتریول این ساختارهایی هست که از ساختارهای استوانه‌ای مایکروتیوبیلی هست. سنتریول و سنتروزوم هم 2 تا سنتریولی که عمود برهم قرار بگیرن، اینا رو بهشون میگیم سنتروزوم. خب بنابراین گزینه درستمون گزینه Cه. گزینه A نیوکلیس که نیست، حالا دیگه لازم نیست بقیه گزینه ها بررسی بکنیم چون بقیه مثلا گولجی اپاراتس، دستگاه گولجی که اصلا از یه سری سیسترنا یا کیسه تشکیل شده، هست خودش محیطی که در اطرافش غشا قرار میگیره. نیوکلیس که نیوکلیولس، گزینه A نیوکلیولس هستکه. ببینید هستک یه بخشیه که داخل هسته تشکیل شده از بخش‌هایی از کروموزوم‌های مختلف که اکتیو هستن، یعنی مدام در حال تولید RNA های مختلف هستن. اینو بهش میگیم نیوکلیولس یا هستک. گزینه C که گزینه D نیوکلیس خود هستن باز ساختار مایکروتیوبیلی نداره. ای هم که میگه اندوپلاسمیک رتیکولم هم که باز تشکیل شده از کیسه ها یا سیسترنا هایی که به همدیگه وصلن. پس گزینه درستمون گزینه C میشه، سنتریول.